مسابقه فوتبال خرد میان فاکولته و زیرساختارهای دانشگاه ملی تاجیکستان آغاز گردید. این چهاربینی ورزشی در جواب به هموازی با اعلان روز جهانی فوتبال و به افتخار روز جوانان تاجیکستان تشکیل گردیده است. ضمن مراسم افتتاحی مسابقه فوتبال خرد میان فاکولته و دیگر زیرساختارهای دانشگاه ملی تاجیکستان از جمله تاکید گردید که تشبث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی اوید به اعلان نمودن روز جهانی فوتبال پیش از همه با بهداشت سلامتی، ترغیب طرز حیاتی سالم و مهمترین وسیله متحدسازی خلق و ملت‌های گوناگون مساعدت می‌نماید. یادآور می‌شویم که در اساس تشبث پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه درباره روز جهانی فوتبال را قبول نمود که همساله 25 می روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیده به روز جوانان و هماوازی از قبول قطعنامه سازمان ملل متحد وابسته به اعلان روز جهانی فوتبال که به واسطه با تشبث پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ارائه گردید برگزار شده است. امروز جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی یکی از دولت‌های تشبثکار به حساب رفته در حل مسئله‌های مهم سطح جهانی پیشاهنگ است و واقعاً فوتبال یکی از نمودهای ورزشی بسیار رشد یافته در جمهوری تاجیکستان به حساب رفته است و امروز باعث خوشنودی تمام مردم شرفمند تاجیکستان است که دسته فوتبال تاجیکستان در عرصه بین المللی پیشاهنگ و مقامداری مهم به حساب می رود. این و با این مانند مسابقه های ورزشی در دانشگاه ملی تاجیکستان پیوسته میان فاکولته و دیگر زیرساختارهای آن تشکیل و برگزار کرده می شود. طور تاکید گردید در دانشگاه ملی تاجیکستان با دستگیری و توجه به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد ترغیب طرز حیاتی سالم و جلب دانشجویان و آموزگاران و دیگر کارمندان به نمودهای گوناگون ورزش تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. چهاربینی‌های گوناگون ورزشی با شرایط مهیا کرده حکومت جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شده است که این به واسطه از با فعالیت شروع نمودن مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان که به واسطه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح گردیده است که با تمام شرایط‌های معاصر مهیا می باشد و تمام اهل کلکتیو دانشگاه ملی تاجیکستان می توانند در برابر تحصیل و در برابر تطبیق کارهای علمی تحقیقاتی با ورزش مشغول شوند که ورزش قاصد صلح، ورزش تامین کننده طرز حیات سالم در جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. مسابقه فوتبال خرد در میان فاکولته و زیرساختارهای دانشگاه ملی تاجیکستان با اشتراک 21 دسته تا 3 ایون سال جاری ادامه می‌یابد.